بسیار از آدمان میگویند که برای موفق شدن در حیات به آنها انرژی نمیرسد. یک قسم دیگری آدمان میگویند که به آنها دانش / چی طور توانستن آن همان کار نمیرسد. یک دوستی آنلاینی من باشد در کامنت می نویسد که به او ترغه نمیرسد، ولی در اصل این نادرست است. خوب نگاه کنید خانمان و جنابان، من میدونم که بسیار از شما که این رو تماشا دارید حس میکنید که در حقیقت خود را گم کرده اید و من باز میدونم که شما در حیات آرزوها و مقصدهای خیلی هم زیادی افسانوی دارید، ولی شما نمیدونید که چی طور آنها را عملی سازید. اگر این شما هستید لطفاً این نوار را خوبتر دقت نمایید، چون که در این نوار من با شما نشان میدیم که چی طور شما میتوانید حیات خود را با استفاده از دیتوکس دوپامین برقرار کنید. اولا بیاید من با شما گویم که با شما چی نمیرسد. چیزی که با شما نمیرسد این دقت است. وقتی که شخص دقت زیاد دارد و میتواند در یک چیز دقت کردن برای مدت خیلی هم زیاد، آموختن الکی آسان میشود. وقتی که آموختن با تو آسان گردید، تو الکی دانش‌های لازمه رو میگیری و وقتی که دانش‌های لازمه رو گرفتی، الکی با تو آسان میگردد با مقصدهای خود رسیدن. و دوم اینکه وقتی که تو در بالای یک چیز برای مدت خیلی هم زیاد دقت میکنی، الکی آهسته آهسته از انجام دادن آن همان وظیفه حلاوت میبری. تو حاضر پرسیده میتونی که هی ریزو چی طور دقت کردن رو انکشاف دهیم. این حقوقی تو از همچون تماشابین. پرسیدن سوالها انا ماست در اینجا با ما دوپامین دیتوکس یاری میدهد. بیاید من با شما حالت آدمان عادی را گویم. این زمان بسیار از آدمان در روی میزشون یک چند مانیتورها و تجهیزات ها دارند و تلفنشون نیز در روی میزشون است و هر یک آن تجهیزات ها آگاهنامه ها دارد. در یک روی مانیتور فیسبوک، در یک روی دیگری مانیتور باشد یوتیوب کشوده شده است و در یک روی دیگری مانیتور باشد برنامه اکسل. در گذشته نیز من تا کورس دومی میام این مشکل را داشتم و بعدا با خلاصه آمدم که هر سه مانیتورم را فروشم و تنها یک تا خرم. و وقتی که من دیپلم خود رو می نویستم، همه همون تیرزایی که نالازمه بودن، برای مثال اگر یگان وب صفحه نالازمه است شده باشد، یگان برنامه نالازمه باشد شده باشد، همه آنها را میپوشیدم تا که تنها در یک اکران، در یک صفحه، در یک تیرزه دقت کنم و این کاملا بازی رو عوض کرد. من هم توانستم که دیپلم رو نویسم و هم توانستم که دیپلم رو حمایت کنم. یک مثال دیگر نیز من با شما میبرم. در یک شرکت برای 2 ماه من همچون کارگری آزاد و یا اینکه فریلنسر شرطنامه داشتم و البته که ماه اول من کاملا رایگان کار کردم برای آنها و اما این شرکت در حقیقت که خرد بود، یعنی دسته آنها خیلی هم خرد بود و معنی آن رو دارد که تو با همون مؤسسان و سی او یا اینکه مدیرانی همین شرکت تو میتونی که به هر حال یک بار 2 مرتبه صحبت کنی و بله از کار و بار و زندگی و های چگونه از روز رو آغاز میکنن و چگونه کار میکنن، یعنی برخوردار شوی. برخوردار؟ بله. وقتی بزبی همین اینترویو ها یا اینکه امتحان ها یا اینکه بله یعنی معاشرت تی آدمانی نه ولی خیلی هم مهم درس های بیزنس و تحصیل و معارف در حقیقت که همون 5 دقیقه اولش کم ترک دشوار است، چون که تو باید آرام شوی. و این مؤسس و مدیر شرکتی که من کار میکردم از اسرائیل بود و این شخص در حقیقت که داناترین شخصی بود که من دیدم تا این زمان. چرا؟ چون که همه کاری وای تنها با دقت بود و با فکر کردن و وقتی که وای برای مثال کار آغاز میکرد تنها او را یافتن غیر امکان بود. برای مثال یک چند مرتبه پیام روان میکردی، پست الکترونیکی روان میکردی، در برنامه‌های لازمه با او مینویستی دایرکت یا اینکه دایرکت یا اینکه روبرو در برنامه‌های لازمه، او را یافتن قریب که غیر امکان بود. چرا؟ چون که وای ان همون وقت و زمانی معین رو داشت برای جواب دادن پیام ها. وای وقتی که دقت میکرد، توجه میکرد به کار خود، همه ان همون تلفن موبیل خود رو در رجه هواپیما میگذاشت. خب همه این انمو آگاهنامه ها یا اینکه نوتیفیکیشنز آگاهنامه ها را کاملا من میکرد یا اینکه نمیگذاشت که با این آگاهنامه ها بیایند. خب یعنی همه کار و بار و مقصدی وای تنها یک چیز بود، دقت کردن به یک وظیفه در یک وقت زمان و تنها فکر کردن در بالای وای. پس من فهمیدم که انا گپ در کجا بوده است، چون که دقت کردن و توجه کردن با تو یاری میرساند که بهترین شرکت سازی و بهترین شخصیت سازی. انا ماست در این نوار من با شما میگویم که چی کار باید کرد تا که دقت خود رو برقرار کرد و چی طور باید انا همین دقت خود رو انکشاف داد
و در این نوار من با شما 4 عمل یا اینکه 4 چیز یا اینکه 4 داروی را میگویم که اگر شما آنها را انجام دهید در 7 روز آینده و من با شما کفالت میدهم که دقت شما برقرار میشود. خوب رفتیم. اولین قدم 2 ساعت در روز در تلفن خود اسکرین تایم رو فعال کنید و 1 ساعت پیش از خواب رفتن و 1 ساعت دیگر پیش از بعد از خواب خستن. یعنی پیش از اون که تو خواب میروی اگر این زمان تو کسی باشه که با تلفن موبیلی یا اینکه تلویزیون تماشا میکنی که با آیپد خواب میروی یعنی با جایگاه میروی یعنی اکترش توصیه من اون است که تا 7 روز آینده رو این کارو نکن. تلفن موبیلیت رو وقتی که 1 ساعت پیش از خوابی تو است و با جایگاه میروی گذار در دیگر خانه و وقتی که در داخل جایگاه در اومدی تلفن موبیلی رو نگیرو با جای تلفن عوض کن با کتاب با چیزهای فیزیکی با کتاب و کتاب رو همگی 30 دقیقه خوان و بعد از 30 دقیقه طریق اتوماتیک رو خواب میبرد چون که کتاب در حقیقت افسانوی است. مردم دوستان آنلاینی ما از کتاب بیزار هستند. چرا من نمیدونم. بله یک بار امتحان کن با حقا برای 7 روز آینده رو و وقتی که از خواب خستید انا همین تلفن موبیل رو کاملا نقاپید نرسید و برای مثال رفتی آبازی کردی تئوری با روز رو دیدی آمدی تلفن خود رو به دست نگیر. برای مثال من میدونم که بسیاری از شما گفتم که هی اکای ریزو ما کار میکنم و در جای کاری ما در تلفنم لازمه ما قبول. اما اگر همون واتساپ استفاده برای جای کارت واتساپ رو در بجای موبایل واتساپ دسکتاپ موبایل استفاده بر یعنی در لپتاپ خود یا که در کامپیوتر خود برنامه واتساپ رو نصب کن یا که براوزر رو نصب کن و بابای استفاده بر اگر که برای جای کارت باشد چون که الکی در این حالت الکی تو پروفسیونال تر هستی دقت زیادتر میکنی در باره همون کارت و مشتری را خوبتر جواب میدی. اما اگر که برای دوستان گوش چپرت باشد لازم نیست با تو واتساپ رو استفاده بکنید در تلفن خود سر از خواب خستن. شما از پرسیده میتونید که تریزو چگونه ما همین اسکرین تایم رو فعال کنیم. اگر تلفن آیفون داشته باشید دارد اسکرین تایم ویجت ها دارد که تو میتونی این رو فعال کنی و گذاری 1 ساعت اول بعد از خواب خستن من چیز یعنی با من یگون پیام روانه نکن تلفن ما رو گیران نکن یعنی وقتی که داخل شدی با تو میگه که یعنی این زمان وقتی اون نشیده است که تو باید تلفن خود رو رسی یا که کشویی. و بله اگر تلفن اندروید داشته باشید عذر زیاد من نمیدونم اندروید استفاده نمیبرم و از گوگل پرسید که چگونه این کار انجام باید داد. و بله این بود اولین قدم برای دقت خود را برقرار کردن که تگمه ان همون برقرار رو زیر کردن. خب اومدیم با دومین قدم اون است که استفاده نبودن شبکه‌های اجتماعی /یوتیوب. البته که یوتیوب هم در شبکه‌های اجتماعی 50 داخل میشود و با داخل نمیشود. خب چرا این؟ برای مثال برای 7 روز آینده یوتیوب رو تماشا نکن. حتی ویدیوهای ریزوگیف رو تماشا نکن. برای مثال همین رو امروز تماشا کن. از پگاه برای 7 روز آینده کاملا یوتیوب رو نکشو. تماما تماشا نکن. و وقتی که یوتیوب رو تماشا نکردی الکی ان همون دوپامین دیتاکس یا اینکه ان همون تگمه برقرار رو زیر میکنی و دیگر دقتت رو در کار میشد. برای مثال تو اگر دانشجو باشی تو باید این زمان تحصیل کنی و از گفتم که هی اکای ریزو ما بسیار از کورس هایم رو در یوتیوب میخونم که از یوتیوب تماشا میکنم مشکلی نیست. و بله مثلا فکر نکنید که ما بر مقابل یوتیوب هستم. از این فاکتور ما همه شبکه‌های اجتماعی رو نابود کردگیم و یگانه شبکه اجتماعی که استفاده میبرم این یوتیوب است. من یوتیوب رو دوست می‌دارم حلاوت میبرم اما مشکلی زیاد دارد یوتیوب. برای مثال اگر که تو نتوانی اداره کردن و نتوانی که چگونه استفاده بودن همین پلتفرم رو این میتواند که به تو ضرر رساند. برای مثال هم برکت است هم لعنت. و ما با شما توصیه میدیم استفاده بردن ان همون اکستنشن ها. یعنی شما پرسیده میتونید که هی ریزو چی است اکستنشن؟ من از روی ترجمه میخونم که با زبان ترجمه میشود تمدید ها. و تنها در گوگل نویسید برای مثال هاید یوتیوب ریکامندیشن ویدیوز و میبرید. اگر برنامه کروم استفاده برید ان همون یک تاب اکستنشن هم دارد ان هوک زیر میکنید و وقتی که ایلاوه کرده در انم براوزرتون پس اون دیگه با شما یگان نوار رو پیشنهاد نمیکند یعنی ریکامندیشن پیشنهاد نمیکند و تنها نوارها رو از آدمان شما تماشا میکنید که با اونها آبونه شده اید. و برای مثال اگر با کانال ریزوگیف آبونه شده باشید تنها در کانال ریزوگیف زیر میکنی و تماشا میکنی نواری باید و حتی اگر نواری نه برایت با تو خبر نمیدید. این زیباست. برای مثال شخصا من ریزوگیف نوارهای یگان آدما رو تماشا نمیکنم. چرا؟ چون که من نمیخوام که وقتی که یوتیوب رو کشودم اما یوتیوب همه با من خبرهای جنگ اسرائیل رو پیشنهاد کند اوکراین رو چون که با من لازم نیست اینها. و یعنی خبر این کاری خوب نیست برادر. خبر گوش کنی و خبر چینی و خبر کشی و خبر خوانی
تو رو هرگز عالم نمیکند چگونه که در برنامه کتابخوان گفتن آدمان موفق. و من احترام دارم به این سخن. موج بزرگ اطلاعات باعث شده است که ما به طور سریع با سرعت و حجم کلان اطلاعات میگیریم و ما فرصت هضم کردن و درک کردن نداریم. مثلا حاضر امین شب و روز بحران اوکراین و روسیه هست، در یک روز چند هزار خبر میتونه. اگر ما به همین مشغول شویم شب و روز همین رو نگاه کنیم هم تمام نمیشد. بله، یعنی تو رو موفق نمیکند. تو باید برای مثال اگر تو برنامه ساز باشی، تیب برای مثال خواهی دکتر بودن، دانشجو در دانشگاه سینا هستی یا که آیتی تکنولوژی ملی دا باشی یا که نمیدونم در آکسفورد این زمان تحصیل داری تاجیکانی سیاره، شما در خبرها لازم نیستن. با شما تنها دقت به همون موضوع خود است، یعنی دقت به همون کسب خود، هنر خود، تجارت خود است. چون که خب بگیرم اگر تو روزنامه‌نگار باشی، بله رو یعنی این کار انجام ده. اما با تو همچون شهروندی عادی میلیارد در صورت حساب نداری، خب یگان قدرتمند نیستی، پرزیدنت نیستی، خب رئیس یونیسف نیستی، با تو لازم نیست تماشا کردن خبرها. با تو این زمان آموختن لازم است، چون که تو یگان کار کردن میتونی، با تو ایواز کردن نمیتونی یگان چیز رو. این توصیه با دیگر شبکه‌های اجتماعی تعلق دارد. برای مثال تیک تاک و اینستاگرام، اینها این زمان وبای عصرند. یعنی اینها کسلی هستند، اینها مکانی است که برای مثال پنامون 15 ثانیه اگر نوارهایی که ایجاد کرده می شود از طرف ویدیو سازان، معینه سری تو رو از دقت کردن دور می سازند. تو نمیتون دقت کردن. تو بعد وقتی واردی ان همون پلتفرم که شدی، الکی نوارها با تو پیشنهاد شدن میگیره و تو ورق زدن میگیری و میبینی الکی 3 ساعت حیات رفت. واو، تو در 3 ساعت باید که پایتون می‌آموخته یا اینکه درباره مغز سر می‌آموخته یا اینکه تجارت خود رو یک بار دیگر زیباتر و افسانه‌آورتر می‌کردی یا یگون کس دیگر رو با جای کار می‌گرفت یا اینکه نمی‌دونم یگون کار دیگر باید می‌کرد در همین 3 ساعت تا که در تجارت خود، در تحصیل خود، در ایجادکاری خود، در جای کار خود یک چیزی نویگری آید. اما تو چیکار کردی؟ 3 ساعت وقت رو رفتی و نوارهای تیک تاک رو تماشا کردی که با تو قیمت ندادن، یا اینکه از اینستاگرام رو ریلز ها رو در نظر دارم. و بله دوستان عزیز، تا 7 روز آینده رو انا همین شبکه‌های اجتماعی رو / یوتیوب رو کاملا استفاده نبرید و ببینید که این همون تگمه برقرار رو زیر میکند و که دقت شما زیادتر میشود، اینکه انکشاف مییابد. اومدیم با سیومین دارو یا اینکه سیومین توصیه اون است که در 7 روز آینده تو باید انجام بدی، این تماشا نکردن فیلم هایی که برای کلان سالان هستند. و بله این از همان نامی افسانه‌ای است که من با هم گذاشتم، فیلم ها برای کلان سالان، یعنی از 18 بالا. شاید تو از 18 بالا هم باشی اما تو تا کلان سال نیستی. این برای کلان سالان هستند و توصیه من اون است که یعنی تماشا نکنید این چیزو، این گونه نوارها رو، چون که با سلامتی تو، با معنی سری تو، با دقتی تو مشکلی کلان انمی گونه نوارها دارند. و وقتی که من فیلم ها برای کلان سالان میگویم، این انا همون اینستاگرام مدل ها هم داخل میشود. من میدونم که تو حال یک چند دوستای آنلاینی ما تو حال همین اینستاگرام مدل ها را ابونه میشوند و لایک میگذارند و با دیگران روان میکنند و شرح مینویسند. چرا نه با تو اینستاگرام مدل چی لازم است؟ ابونه شدن. تو حال همین مایه سری ما نمیتوند همین چیزا پروسس کرده که چرا که مردم با این اینستاگرام مدل ها ابونه میشوند. و بله یعنی این مشکلی کلان است. خیلی گیر بیاگیریم که تو همون اینستاگرام مدل ها را از پیش میدونی، همچون شخصیت، همچون انسان، بابا چای نوشیدگی، خب یگان تجارت داری، یگان نمیدونم لایحه داری که باید کار کنی. البته این مشکل نیست، برای ابونه شو. اما در حالی که تو باید ندیدی باره هم تنها همون دیجیتال یعنی رقمی تو این گونه آدما رو میبینی، چرا که آنها رو باید ابونه شوی؟ و این توصیه عموما با همه آدمانی که در همین جهان رقمی است تعلق دارد. کدام آدمی رو که از پیش نمیدونی ابونه شو، استوریز های آنها رو تماشا نکن. یعنی چرا؟ چون که وای تماما در دیگر دنیا است، در دیگر دنیا نه، در دیگر دنیا است، زندگی دیگر دارد، در دیگر مکان زندگی میکند و تو در دیگر جا هستی و تو خودت وقتی اونها رو تماشا میکنی خود رو با اونها مقایسه میکنی و بعد میشوی زیق.
میشوی رو 70 دقتی تو گم میشود پس اون دیگر دقت کردن نمیتونی. وای اصلا این مدل آیفون رو گرفت، وای اخیرون مدل بی ام دبلیو رو گرفت، وای خانه در پایتخت گرفت، من حال ندارم. اما زندگی تو دیگه است، مشکلی تو دیگه است، تو دیگر آدمی سین سال تو دیگه است، دیگران خود رو با دیگران مقایسه نکن. اوکی، یعنی این بود توصیه اون است که برای 7 روز آینده همین فیلم هایی که برای کلانسالان هستن سلش اینستاگرام مدل ها رو تماشا نکن، ابونه نشو. اومدیم با چهارمین و آخرین دارو یا اینکه توصیه اون است که وقتی که شما هر صبح از خواب میخیزید شما باید مدیتاسیا کنید یا اینکه عبادت، اگر که بازمون توجه گیریم. و بله یعنی چرا که مدیتاسیا سلش عبادت رو انجام دید؟ چون که وقتی آدم از خواب میخیزد تئوری بر روز رو میبیند و اقلا 10 دقیقه در یک جای خاموشی، در یک جایی که نه تکنولوژی است نه آدمان هستن، کسی شما رو خللدار نمیکنند، برای 10 دقیقه وقت گذار در برای مثال ساعت یا در نمیدونم تلفن موبیلی 10 دقیقه گذار و سری را گپ بزن که این کارو با تو انجام دهد و پس اون 10 دقیقه تنها خواب شینو فکر کن، یعنی تنها خود با خود فکر کن در باره همون روزت باید چگونه گذرد، تو باید امروز چی رو تحصیل کنی، تو باید امروز چی کار انجام دی، تو باید امروز یعنی چی کار بر مشغول شوی در همون 10 دقیقه. اگر که تونید 30 دقیقه انجام ده، اگر که نتونید 10 دقیقه برای 7 روز آینده 7 روز 10 دقیقگی این کار انجام ده. و اگر که تو برای مثال بچه که باشی که نماز میخونی، بله همون نماز خوندن افسانوی است، سر از خواب خیز 10 دقیقه کاملا بعد از نماز خوندن دقت کن و امین افسانوی است، این زیباست. و اگر کسی باشی که نماز نخونی تنها 10 دقیقه فکر کن و این زندگی را کاملا عوض میکنه، یا اینکه همون روزا کاملا عوض میکنه. و بله یعنی برای 7 روز آینده آخرین دارو اون بود که 10 دقیقه مدیتاسیا سلش عبادت. خوب، بعد از 7 روز چی گپ خواهد شد؟ وقتی که شما 4 توصیه در بالا بوده را انجام میدهید شما از هر یک چیزی خورد لذت خواهید برد، خود را با دیگران مقایسه نخواهید کرد و از همه چیزی داشتهتان شکرگزار خواهید شد، دقت و توجهتان زیاد می شود و شما بهتر کار و تحصیل خواهید کرد. البته که روز اول مدیتاسیا سلش عبادت کردن، شبکه‌های اجتماعی را استفاده نمودن دشوار خواهد شد، ولی در این 7 روز انا همون تگمه برقرار را زیر خواهید کرد و من امیدوارم که از خواندن کتاب و کارتون لذت خواهید برد. آمدیم با آخری نوار و اگر که شما از نوار ایجاد کرده من قیمت گرفتید لطفاً تگمه مقبول رو زیر کنید و در شرح یا اینکه در کامنت فکرهای خود رو نویسید. شاید که فکرهای من، پیشنهادهای من، توصیه‌های من نادرست باشند، چون که من هم انسان هستم مثل شما، من رابط نیستم، من هم انسان هستم، من میتونم که خطا کنم و شاید که این توصیه با من کار کند و با شما نه، اما این از تجربه شخصی من است. من طول تقریبا 3 سال اخیر بعد از کووید 19 یعنی این بودن مشکلی های بزرگترین من، اینها مشکلی بودن که مرا از تحصیل کردن، از کار کردن، از مقصدهای اساسی من دور میگرفتن یا که دور میبردن، خصوصا شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و تیک تاک. و بله و تشکر زیاد که نوار تماشا کردید. اگر که شما کسی باشید که شوق و رغبت با آیتی دارید، با تکنولوژی دارید، لطفاً در اینجا نوارهای آیتی آموز رو میگذارم و یوتیوب کانال آیتی آموز رو نیست، روید ابونه شوید و بله نوارها رو وابسته با آیتی و تکنولوژی اطلاعاتی و اکثر نوارها نیز وابسته با برنامه‌سازی ایجاد کردم، تماشا کنید. همه این کورسایی که ما می‌سازیم در آیتی آموز کاملا رایگان هستند در یوتیوب کانال البته و شما میتونید که روید تماشا کنید و از خاطر نبرید که این کورس ها درجهشون صفتشون افسانوی هستند. این گونه کورس ها در همین مندرجه توجیکی کسی تا کردگی نبود در سایه آیتی. تشکر زیاد و تا ویدیو دیگر خیر.